و اما خبری فوری در پی حمله با چاقو در ایستگاه مرکزی هامبورگ دست کم 12 نفر زخمی شدند و حال 3 نفر وخیم گزارش شده. پلیس هامبورگ اعلام کرده که یک زن 39 ساله در ارتباط با این حادثه بازداشت شده و عملیات گسترده‌ای در این زمینه در جریانه. این حمله حوالی ساعت 18 به وقت محلی رخ داده. و ادامه خبرها. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای و سازمان کمیته اقدام سیاسی محافظه‌کاران سیپک اعلام کردند ابتکاری موسوم به سیپک برای ایرانیان در تبعید را با هدف ایجاد بستری برای اتحاد ایرانیان تبعیدی راه اندازی کردند. برای این کارزار پلتفرم آنلاینی هم به راه انداخته شده. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای و همینطور رئیس سازمان سیپک گفتند که ایرانیان خارج از کشور از این راه نه فقط با یکدیگر بلکه می‌توانند با سیاستمداران آمریکایی هم در تماس باشند. مارک والاس رئیس اتحاد علیه ایران هسته‌ای در گفتگو با ایران اینترنشنال گفته حکومت ایران از اتحاد ایرانیان خارج نشین هراس دارد و روزی که ایرانیان به گفته او برای گفتگو کنار هم بنشینند همان روز پایان جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد. For Iranians in exile is designed to give a platform. این برنامه یعنی سیپک برای ایرانیان در تبعید با هدف ایجاد بستری برای گردهمایی ایرانیان با گرایش‌ها و پیشینه‌های گوناگون طراحی شده تا درباره ایران گفتگو کنند. واقعیت اینه که دیر یا زود یا این ولی فقیه جایگزین میشه یا این رژیم زیر بار فساد و سرکوب خودش فرو میریزه. ما می‌خوایم این فرصت رو فراهم کنیم که ایرانیان که همانطور می‌دانید بسیار متنوع هستند از نظر فرهنگی و سیاسی بتونن دور هم جمع شن، صحبت کنن و به سیاست گزاران و افراد مؤثر در واشنگتن دسترسی داشته باشند. این یک گام مهم برای اتحاده، هم در مخالفت با رژیم فعلی ایران و هم در حمایت از یک ایران آزاد و امیدوار. شما و من قبلا هم درباره این موضوع صحبت کردیم که بافت متنوع گروه‌های سیاسی و قومی ایرانی گاهی به اختلافات داخلی منجر میشه. هدف ما اینه که از آن عبور کنیم و بگوییم بیایید کنار هم بنشینید و گفتگو کنید. انتخاب رهبر آینده، دولت آینده و ساختار حکومت آینده ایران باید در دست مردم ایران انجام بشه. ما ادعایی در این زمینه نداریم. فقط می‌خوایم بستر گفتگو رو فراهم کنیم. روزی که ایرانیان واقعاً برای گفتگو کنار هم بشینند، همان روز پایان این رژیم خواهد بود. رژیم با استفاده از ارتش سایبری و ابزارهای نفوذ خودش هر کاری کرده تا مانع از گفتگوهای بین ایرانی‌ها بشه. چون خوب میدونه چنین گفتگویی چه خطری براش داره. من همیشه به دوستان ایرانی میگم شما هم احتمالاً همین رو میگید. اگر ما که حامی مردم ایرانیم نتونیم کنار هم بشینیم، چطور میتونیم با این رژیم فاسد و پوسیده مقابله کنیم؟ این یک روند تدریجیه. شاید در رویداد اول همه جامعه ایرانی در خارج رو نتونیم گرد هم بیاریم، ولی شاید بتونیم بخشی از اونها رو جذب کنیم و در مراحل بعدی این دایره بزرگتر میشه و میتونه بازتاب بهتری از دیدگاه‌های گوناگون مردم ایران داشته باشه. مارک والاس در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با ایران اینترنشنال گفت فروپاشی جمهوری اسلامی نتیجه ظلم و فساد داخلی جمهوری اسلامی خواهد بود و نه فشار خارجی. او همینطور با اشاره به تلاش‌های حکومت ایران برای تفرقه میان ایرانیان خارج از کشور این اقدامات را نشانه ترس رژیم از اتحاد ایرانیان خارج از کشور دانست. اگه این رژیم فرو بپاشه دلیلش ظلم و فساد خود رژیمه، نه فشار خارجی. نحوه رفتار با مردم، هزینه‌هایی که صرف گروه‌های تروریستی می‌کنن و نفوذ مخربشون در منطقه، همه اینها باعث اعتراضات داخل ایران شده. الان هم مردم در خیابان‌ها شعار مرگ بر آیت الله میدن. بنابراین کاملا روشنه که تغییر باید از داخل باشه. اما درباره نقش دولت‌های خارجی، امیدوارم که همه دولت‌ها از مردم ایران حمایت کنند و نه از رژیم. اما ما یک دولت خارجی نیستیم. ما دو نهاد غیر دولتی هستیم که صرفاً می‌خوایم بستر گفتگو و همکاری رو فراهم کنیم. ما نمی‌خوایم کاری به جای ایرانیان انجام بدیم. فقط می‌خوایم امکانی برای تعامل فراهم کنیم. امیدوارم هزاران تلاش مشابه همزمان شکل بگیره. همونطور که شما هم اشاره کردین، هر وقت تلاشی برای گفتگو بین ایرانیان صورت میگیره، سریعاً با تردید و حمله مواجه میشه. به نظرم این خود نشانه ترس رژیمه. همونطور که قبلا هم گفتم، وقتی ایرانی‌ها به جان هم میافتن، دقیقاً دارن به رژیم خدمت میکنن. اگه 10 برنامه دیگه برای گردهمایی ایرانیان وجود داشته باشه، من از اونها هم استقبال خواهم کرد. ما فقط یکی از اون
تلاش‌هایی هستیم که امیدواریم موفق و الهام بخش باشه. من ایرانی نیستم، همکارانم در سیپک هم ایرانی نیستند. بنابراین هیچ وابستگی یا دستور کار پنهانی برای حمایت از یک گروه خاص نداریم. درباره منابع مالی هم ما از بودجه‌های غیر انتفاعی خودمون استفاده می‌کنیم. امیدوارم برخی حامیان مالی هم جذب کنیم، اما به هیچ یک از حامیانمون اجازه هیچ نفوذ سیاسی یا ایدئولوژیک رو نخواهیم داد. در همین ارتباط همکارم آرش علایی هم در گفتگو با متشلب رئیس سیپک از او خواسته درباره شکلگیری ایده سیپک برای ایرانیان در تبعید توضیح بده و اینکه ایرانیان چطور میتونن به اون دسترسی داشته باشن. بله، سیپک برای ایرانیان در تبعید. میخوایم همه این صداهای فوق‌العاده ایرانیان در تبعید رو گرد هم جمع بیاریم و فشار واقعی ایجاد کنیم روی رژیم ایران. فکر میکنم که اتحاد زیادی باید برقرار کنیم بین همه دوستداران آزادی، طرفداران بردباری مذهبی و حقوق بشر تا فشار واقعی وارد کنیم بر جمهوری اسلامی. یکی از کارهایی که پرزیدنت ترامپ خیلی به صورت موثر در گذشته کرده کمپین فشار حداکثری بوده و سیپک هم میخواد نقش خودش رو ایفا کنه تا یک نسخه جدیدی از کمپین فشار حداکثری داشته باشیم. بخشی از اون یعنی اینکه آموزش بدیم به همه مردم در سراسر جهان که بفهمند از دست دادن آزادی در کشورتون چه معنایی داره. از تجربه‌ام به عنوان مهاجری که 15 سال پیش به این کشور اومده میتونم بگم که اکثر ایرانیان علاقه چندانی به پیوستن به احزاب سیاسی به ویژه در آمریکا نداشتن، اما از زمانی که پرزیدنت ترامپ روی کار آمده بارها و بارها از ایرانیان نسل دوم و سوم شنیدم که علاقه‌مند به دانستن بیشتر درباره سیاست هستند. خب باید به سیپک ملحق بشن. ما خیلی بهتر هستیم و خیلی جالبتر از احزاب سیاسی. چیزی که شما دارید میگی در واقع انگشت گذاشتین روی یک ترند یا رویه جالبی در این کشور، چون رسانه‌ها به ما میگن که مردم دارن از سیاست رویگردان میشن، در حالی که اینطور نیست. رسانه‌ها میگن که جوان‌ها علاقه دیگه به سنت و مذهب ندارن. اینا دروغه. جوان‌ها دارن بیش از گذشته، بیش از 3-4 نسل قبلی به سمت سنت میان، برای اینکه این دیوانه بازی و جنون ووک رو دیدن و ازش خوششون نمیاد. میدونن که بهترین گزینه برای بزرگ کردن بچه اینه که هم پدر داشته باشه هم مادر. میدونن که سنت‌های ما سنت‌های عالی و فوق‌العاده‌ای هستن. کشور ما فوق‌العاده است. قانون اساسی ما نژاد پرستانه نیست، یک سند زیباست که دفاع میکنه از حقوق اقلیت‌ها. همه چیزایی که بهشون گفته شده دروغ هست. و حالا این کارهای جدیدی که میکنن، میخوان جنسیت کودکان رو عوض کنن. میگن که تمام تجهیزات برقی شما باید که به سوخت‌های غیر فسیلی متکی باشه که هم خطرناکه و هم دروغه. همه این چیزایی که دارن مطرح میکنن، چپی‌ها وانمود میکنن که در واقع نودوست هستن و دلشون برای شما میسوزه، اما در واقع فقط میخوان که به ما بگن که چگونه زندگی کنیم، کنترل زندگی ما رو در اختیار داشته باشن، ترموستات ما رو کنترل کنن، چقدر بنزین بزنیم، چه سوختی تو ماشینمون بذاریم، چقدر تعطیلات بریم، کی تعطیلات بریم، بطری نوشابهمون چقدر بزرگ باشه. همه این مسائل میخوان که تمام جنبه‌های زندگی ما رو کنترل کنن و این یه اسم داره، فاشیسم، و این رو در ایران الان دارید. رژیم ایران تمام بخش‌های زندگی افراد رو، حتی بخش‌های خصوصی رو کنترل میکنه و این مشمئز کننده است و نباید ازش استقبال کنیم. برای ما بگید که مردم چگونه میتونن به سیپک برای ایرانیان در تبعید بپیوندن و آیا این یک حزب سیاسی است یا صرفاً سازمانی است که سعی در گرد هم آوردن افراد داره؟ خب سیاست در واقع یعنی چی؟ الان چپ همه چیز رو سیاسی کرده. چیزی که من به شما میگم اینه که بیشتر کارهای ما سیاسی نیست. داریم درباره ایده‌ای صحبت میکنیم که مردم رو خوشبخت میکنه، مردم رو خوشحال و شکوفا میکنه. این ایده ها و این اصول قانون اساسی ما که نه فقط برای آمریکا بلکه میخوایم که این در همه جهان هم سرایت کنه و فراگیر بشه. این ایده که درک کنیم چه چیزی باعث شکوفایی اقتصادی و خوشبختی انسان ها میشه. اینها همه در خطر هستن به خاطر دروغ هایی که در کتاب های درسی، در شبکه های اجتماعی، در رسانه های جریان اصلی تکرار شده. وانمود میکنن که تروریست آدم های خوب هستن و دوستداران آزادی آدم های بد هستن. برای همین ما در سیپک میخوایم که با اینها مقابله کنیم، برای اینکه همه چیز رو ممکن از دست بدیم. چگونه وارد بشن؟ بریم به cpac.org و میتونید ظرف 5 دقیقه عضو بشین. اطلاعات بیشتری درباره فعالیت‌های سیپک برای ایرانیان در تبعید منتشر خواهیم کرد اونجا. ما خیلی افتخار میکنیم به کارهایی که دوستان خوب ایرانی تبارمون دارن انجام میدن. من این افتخار داشتم که با ولیعت ملاقات کنم، یک انسان دوراندیش و با اخلاق هست و خب میدونید وقتی که آزادی رو به حرکت در بیاریم این قطار رو دیگه نمیشه متوقف کرد، فقط باید در ایران هم به حرکت بیفته. Thank you so much, man. Thank you for your time.